چکاری زنم؟ هر روز جلر نمیشینی مادر دیروز اون دوستایی هر میپوشیدایی آخه نه همین درست کشید اگه بدون بیام باش بدون اما این کمات مایی کنم اما ولایت تلفن کردن گفتن که ما حاجی خانه میایم گفتم آقای خانلار بای آها بای خانلار بای آها لبای این میهمان آمدم بیا میهمان جان بیا ها این آمد سلامتی بخیر سلام سلام علیکم خوبه اما طرفات خوب هستین بیا میهمان جان خوش آمدید بیا زنده باشید مو اکا اینم میهمانه ولایت آمدیم تو کن انا بابای خانلار بای مو یک سپاریش خطی اومدیم راستی گپ ها ما راستی گپ فهمیدیم و میدونیم که شما در خونتون یراق دارید یا استغفرالله بگویی یا یک کمان 2 میله دارید مرمت بیا امورا به دست کردن بسپارین ما بگیریم بریم ما یرق ندارم یه بابای خانلار بای تو وقت همین کاریگرا هر نوعیه و هر دیگه شهرها بودن نمیدونم او ما بچه همین خطونم ما بچه هم دهی خطونم و هر وقت طوری که اون طوری مویش بیبی که سرسرک شکار میبروی کو و هم کمان 2 میله تا بیار به دست قانونا رو خودت بدونی قانونا برام که کسانی که یراق دارن آورده بسپرن یه دراغ میگن یک کسی گفته دراغای من یرق یکم که ندارم آخه من میدونم که هم سالی 41 و 45 هم سالی جنگ بود یک کمان 2 میله آوردگی بیا همه رو به دست داده بسپر ها ما رو مجبور نکی که خونه تا بدونیم بکنیم با خالدار با دراغای خیلی من گیتلر دادم تو کمالا برده بود خیلی دراغای آخه ما میدونیم که دارین آخه شما آخه بیا گپ بیچاره نکردی سینا تمام با خالدار با بیا مجبورم نکی که خونه تا بکنیم برار بیار بسپر بخیدیم بریم کافه کار میگردیم هوا هم گرم شده بکاو آخه من ندارم یرق فرق بکاو آخه من هیچی ندارم با خالدار با من میدونم کمون دارم کمون تا بیا بگی ببرم یا کمادیر جان آخه تو مرا مجبور کردی آخه من ندارم میگم مجبوری بکاو خونه تا میام امورا با مجبور نکی که همه خونه تا میکنیم یا بکاو آخه همه انجام خونه سر هم دست خونه سر قرم که یه بکاو آخه گپی خوبی نمیفهمم ما دریا پایه انگار تا بجا کردگیم 1000 بکاو که به غذای خودم دیگه هیچ کنم میوام پایه انگار